سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. برای شروع برنامه نویسی چه چیزهایی مورد نیازه؟ خیلی سوال میپرسن آقا چه چیزی باید داشته باشیم؟ چه کامپیوتری، چه مثلا کامپیوتری باید داشته باشیم، چه سخت افزاری داشته باشیم؟ کامپیوتر نداشته باشیم میتونیم شروع بکنیم؟ یا حالا مثلا دانش زبانی نداشته باشیم، زبان انگلیسیمون خوب نیست، ریاضی بلد نیستیم، کامپیوتر رو خیلی مثلا خوب بلد نیستیم، اگر اینها رو ندونیم میتونیم شروع بکنیم یا نه؟ بذار برگردیم از اول. بحث کامپیوتر و سیستم و این چیزا. ببینید شما در هر صورت برای برنامه نویسی نیاز به کامپیوتر دارید. حالا شما فلان کلیپ رو میبینید طرف گفته نمیدونم یه یاروی اومد روی موبایل چی کار کرد با موبایل فلان اپلیکیشن رو زد فلان پاره، خیلی توجه نکنید، واقعی نمیخوره خیلی اینجور چیزا. ببینید شما باید کامپیوتر داشته باشید، یه سیستم داشته باشید، حالا لپتاپ داشته باشید، دسکتاپ داشته باشید، ولی یه چیزی باید داشته باشید. ولی سخت افزار قوی عموما نمیخواد، بیشتر برمیگرده به اینکه شما قراره چیکار بکنید. برای بحث یادگیری با پروژه زدن اینا چیزای متفاوتی میخواد. اگر شما صرفاً میخواید یاد بگیرید، یعنی شروع به یادگیری بکنید و هنوز نمیخواید کار بکنید، یادگیری رو روی گوشی هم میتونید انجام بدید. آقا یه سری ابزارهایی هست، یه سری نرم افزارهایی هست مثل سولولر یا حالا کتابای مختلف، سایت‌های مختلف، اینو شما توی گوشیتون هم میتونید نگاه بکنید. حالا اون نرم افزارهایی که وجود داره میگم مثل سولولر، شما میتونید اونجا اون در واقع سوالات هم حل بکنید، یه سری چیزایی رو هم خودتون کار بکنید، کدایی رو هم خودتون تکمیل بکنید، یه چیزایی یاد میگیرید. ولی نه اونم باز کامل، شما باید خودتون بشینید پشت سیستم، پشت کیبورد کد بزنید. توی گوشی کد زدن نه اینکه نشه، میشه، ولی خیلی سخته. اگر سیستم داشته باشید خیلی کارتون راحت تره. نهایتا حالا از همون ابزارها هم باز محیط‌های کدزنی داره توی حالا نرم افزارهای مختلف. اگر جستجو بکنید توی گوگل پلی، حالا برای مثلا پایتون یا حالا ابزارهای دیگه محیط کدنویسی وجود داره که شما محیط کدنویسی براتون باز بکنه، کدتون رو بزنید و خروجی رو ببینید. ولی این کار توی موبایل خیلی سخته، نه اینکه نشه، خیلی سخته. سخت افزار قوی میخوام برای شروع یادگیری، اصلا سخت افزار قوی نمیخواد. همین که ویندوز مثلا 10 رو براتون بیاره بالا کافیه، چون حالا ویندوز قبلی دیگه منسوخ شده و ابزارهای مختلف اصلا پایتون رو نمیتونید روش نصب بکنه، پایتون جدید رو. حالا پایتون قدیمی رو احتمالا میتونید. همین حالا ویندوز 10 نهایتا براتون بالا بیاره و اون رو بتونه اجرا بکنه که شما بتونید ابزار مختلف روش نصب بکنید، امتحان بکنید، کفایت میکنه. نیاز به سیستم قوی برای شروع یادگیری ندارید. ولی اگر میخواید یک در واقع کار خاصی انجام بدید یا حالا یه پروژه‌ای مد نظرتونه، یه هدف خاصی دارید، اون انتخاب سیستمتون برمیگرده به اون هدفی که دارید. مثلا اگر حالا شما میخواید توی حوزه گیم فعالیت بکنید، یه ویدیو گیم بسازید، شما نیاز به سخت افزار قدرتمندی دارید. تعارف هم نداریم اینجا، سخت افزاری که مورد نیازتونه سخت افزار نسبتا قدرتمند و نیاز دارید که مثلا کارت گرافیک داشته باشید و پردازنده قوی داشته باشید که بتونید این کار رو به سادگی انجام بدید و خیلی براتون دردسر ایجاد نکنه. حالا برای شروع و یادگیری حتی این حوزه هم شما نیاز دارید که حالا نرم افزار قدرتمند داشته باشید، چون باید موتورهای مربوطه رو نصب بکنید دیگه. مثلا اگر خواستی یونیتی یا آنریل رو نصب بکنید، نیازه که سخت افزاری، حداقل سخت افزاری داشته باشید که معمولا در واقع یه مقداری هم اینا چیزاش بالاست، اون در واقع گزینه‌های مورد نظرش بالاست، یعنی باید پردازنده خوبی داشته باشید، کارت گرافیک قوی داشته باشید. یه سری حوزه ها باز متعادل تر میشن، مثلا ساخت اپلیکیشن اندرویدی. اگر بخوای اندروید استودیو رو نصب کنید، با اینکه حالا مثلا خودش زده 8 گیگابایت رم حداقل در واقع سخت افزار مورد نیازشه، ولی شما برای اینکه راحت بتونید باهاش کار بکنید یه حداقل 16 گیگ رم رو باید داشته باشید. حالا یه سری حوزه هم هستن باز، مثل حوزه توسعه وب. توسعه وب دیگه اون کف کاره، یعنی نیاز به سخت افزار قدرتمندی ندارید، با همون در واقع در حدی که سیستم رو بالا بیاره، به خصوص برای سمت سرور، همین که ویندوز رو بالا بیاره براتون کفایت میکنه. حتی اگر سخت افزارتون در حدی نیست که ویندوز 10 رو بالا بیاره، میتونید از توضیح‌های مختلف لینوکس استفاده بکنید. اینجوری هم لینوکس یاد میگیرید که خودش یه
در واقع گزینه خیلی خوبه، یه مهارت خیلی خوب به حساب میاد و هم از معمولا سخت افزار خیلی قدرتمندی نمیخواد و نسبت به ویندوز سخت افزار ضعیفتری هم داشته باشید اوکیه. بعضی از توزیع‌های لینوکس حالا مثلا اوبونتو یه مقدار سنگینه ولی یه سریاش هست اونا سبکه، میتونه از اونا استفاده بکن. پس برای شروع یادگیری برنامه نویسی شما هدفتون هر چیزی که میخواد باشه، حتی اگر مثلا توسعه بازی‌های ویدیویی هست شما باید با سی شارپ شروع بکنید، یعنی مثلا حالا سی شارپ یا سی پلاس پلاس معمولا از دوتا استفاده میکنه. حالا اگر میخواید موتور یونیتی بعدن یاد بگیرید از سی شارپ میتونید استفاده بکنید. برای یادگیری خود سی شارپ نیازی نیست که سخت افزار قدرتمندی داشته باشید، ولی اگر خواستید وارد اون حوزه بشید نیازه که سخت افزار خوبی داشته باشید. ولی برای شروع یادگیری، حالا پایتون باشه، سی شارپ باشه، جاوا باشه، جاوا اسکریپت باشه، هر زبانی که باشه، نیاز به سخت افزار قدرتمندی ندارید. همونطور که گفتم یه سری کارها رو روی حتی گوشی هم میتونید انجام بدید، گرچه اگه سیستم داشته باشید بشینید پشتش و کد بزنید خیلی خیلی بهتره. پس نیاز به سخت افزار قدرتمندی برای شروع یادگیری در واقع یک زبان برنامه نویسی ندارید. این است. بحث ریاضی چطور؟ آقا من ریاضی بلد نیستم. خیلی از حوزه های مثلا توی مربوط به برنامه نویسی مثل توسعه وب، حالا چه سمت سرور باشه چه سمت کاربر باشه، فرانت اند یا بک اند، چندان نیازی به دانش ریاضیات ندارید. حالا یه سری جاها ممکنه آقای در واقع کاری به شما برسه، یه تسکی به شما، یه پروژه‌ای به شما برسه که آقا اونجا نیازش مثلا یه مقدار ریاضیات خیلی جزئی بلد باشی، یه چه میدونم رادیکالی چیزی. مثلا آقا یه نفر اومد یه پروژه‌ای به من داد که مربوط به فیتنس و این صحبت‌ها بود، بعد مثلا IBM بود فکر میکنم، ایندکس بادی ماس همچین چیزی، بعد اینو حساب میکردیم بر اساس وزن و قد و اینا، یه فرمولی داشت بعد اینو پیاده سازی میکردیم و این رو مثلا من توی جاوا اسکریپت زدم. در همین حد، خیلی اونقدرها نیاز به دانش ریاضیات نداره، مباحث پایه‌ای رو بلد باشید کافیه. ولی یه سری حوزه ها هستن مثل حوزه های مربوط به هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی صحبت ها، نیازی که شما یه سری مفاهیم چه میدونم جبری و ترکیبیاتی و اینجور چیزها رو بلد باشید و یه مقدار دانش ریاضیات که چه به عرض بکنم دانش ریاضیات واقعا نیاز داره. بدون دانش ریاضی وارد یه سری از حوزه ها مثل هوش مصنوعی نمیتونید بشید. بنابراین البته میگم بیشتر حوزه مثلا همون ساخت بازی کامپیوتری، مثل توسعه اپلیکیشن های موبایلی، بحث وب و غیره، نیاز چندانی به دانش ریاضی نداره. حالا یه سری از حوزه‌هایی که اصلا بیسشون بیس ریاضیواره و فرمول و نمیدونم مدل سازی این صحبت ها، اینا نیاز به دانش ریاضیاتی نسبتا بالایی داره. بحث زبان چطور؟ بحث زبان به این صورت هست که زبان واقعا مورد نیازه. یعنی حالا شما میبینید که طرف توی اینستاگرام یه کرواتی زده و یکی از این خلبانی ها گذاشته، میاد میگه که آقا یه ریاضیات نیازی نیست یاد بگیرید، فلان داره میاد، ایلان ماسک داره میاد یه تراشه میذاره تو مغزه، حالا تا ایلان ماسک بیاد یه تراشه بذاره تو مغزه من چه خاک سرم بریزم. الان دانش ریاضیات واقعا مورد نیازه، گرچه الان خیلی ابزارها اومده. اگر توی یوتیوب برید همون ویدیوی انگلیسی و فرانسوی اسپانیایی رو برام زیرنویس میکنه براتون، زیرنویس فارسی اصلا براتون میسازه همون موقع. ولی گرچه همه اینا هست شما بازم نیاز به دانش ریاضی دارید. دانش زبان دارید، چه ریاضی، دانش زبانی دارید، یعنی زبان انگلیسیتون باید خوب باشه. برای شروع واقعا نیازی نیست. چرا؟ چون برای شروع شما میتونید منابع فارسی گیر بیارید که آقا مثلا پایتون آموزش داده باشه، منابع فارسی گیر بیارید که جاوا رو آموزش داده باشه، جاوا اسکریپت رو آموزش داده باشه. البته یه سری دیگه چیزای پایه‌ای رو باید بلد باشید، یه سری کلمات پایه‌ای. آقا مثلا ما توی برنامه نویسی زمانی که شما شروع بکنی یه کلمه داریم به نام if، شما باید معنیش دیگه بدونید، کار سختی هم نیست، یا for باید بدونید دیگه. در این حد نباشه که کلا اصلا با زبان بیگانه باشه. چیزاییه که توی خیلی مباحث پایه‌ای مدارس آموزش داده میشه دیگه، چیز پیچیده این 4 تا کلمه کلا. مثلا پایتون اصلا 34-35 تا کلمه انگلیسی بیشتر نداره که در همون حد باید بلد باشید. ولی این برای شروعه.
زمانی که شما میخواید چیزای بیشتری یاد بگیرید باید سراغ منابع دیگه برید و منابع دیگه معمولا فارسی نیستن. منابع پیشرفته تر، بحث پیشرفته تر معمولا فارسی نیستن، انگلیسی هن. حالا یا کتاب میتونه باشه یا مقاله میتونه باشه یا چه میدونم ویدیو میتونه باشه. شما باید بتونید اینها رو بخونید یا حالا گوش کنید. بنابراین توی بحث پیشرفته، حالا توی بحث‌های پایه‌ای همون شروع کار، دانش زبان شاید حالا خیلی اونقدرها براتون اهمیت نداشته باشه، ولی سعی کنید اگر حالا استارت زدید دانش زبان خودتون رو تقویت بکنید. به خصوص بحث در واقع ریدینگتون رو یا همون دانش مهارت خواندن خودتون، اسکیل ریدینگتون رو و لیسنینگ رو. حالا مثلا اسپیکینگتون خیلی قوی نباشه، مثل من خیلی ضعیف باشه، به جایی هم بر نمیخوره، ولی اینکه بتونید حالا اون در واقع متن‌ها رو راحت بخونید یا حتی گوش بکنید، این خیلی میتونه کمکتون بکنه. به خصوص میگم خوندن خیلی مهمه. شما بتونید کتاب‌ها رو بخونید، شما بتونید مقالات رو بخونید که اینا عموما فارسی نشدن. نمیصرفه که آقا یه نفر بیاد حالا فرضاً فلان مبحث ریز رو فارسی حالا آموزشش رو بذاره، نیست اصلا. مثلا چند نفر ما جمعیت داره، ولی اونی که انگلیسی میذاره چند میلیارد نفر مخاطب داره دیگه. چند میلیارد انگلیسی زبان داریم، چند میلیارد کسایی هستن که انگلیسی رو بلد هستن. بنابراین منابع معمولا به زبان انگلیسی هستن. اگر بلد باشید خیلی خیلی میتونه کمکتون بکنه و یه جورایی واجبه. برای شروع میگم، برای شروع نیازی نیست که حالا زبانتون خیلی سطح بالا باشه، ولی در ادامه به خصوص روی سری اسکیل هاتون مثل مهارت خوندن انگلیسی یا مهارت گوش دادن، به خصوص برای اگر خواستید ویدیو ببینید، خیلی کمکتون میکنه روی این دوتا مهارت خیلی تکیه بکنید حتما. حالا مهارت اسپیکینگ مال زمانیه که آقا خواستید پروژه دلاری بگیرید، با کارفرما صحبت بکنید. معمولا اینجوری که آقا کارفرما میاد بخواد باهاتون صحبت بکنه، بنابراین شما باید اون مهارتتون رو افزایش بدید برای زمانی که خواستید یه پروژه‌ای بگیرید و با اون شخص صحبت بکنید و پروژه ازش بگیرید. برای شروع چقدر کامپیوتر بلد باشم؟ آیا باید خوره کامپیوتر باشم؟ نه، اصلا نیازی نیست که شما خوره کامپیوتر باشید، در این حد که بتونید حالا یه روشن خاموشی بکنید، یه 4 تا چیزو نصب بکنید، اینا کفایت میکنه. اونقدرها نیازی نیست که حالا خیلی وقت بذارید نمیدونم خوره کامپیوتر بشید، دوره های ICLD چیه، ICDL چیه، اینا رو بگذرونید. نه اصلا حالا اونقدرها نیازی نیست. چیزایی که مورد نیازتون هست رو هم، مهارت هایی که مورد نیازتون هست ممکنه پیش بیاد، هم میتونید با سرچ کردن پیدا بکنید. بگردید و ببینید آقا مثلا توی یوتیوب یا توی گوگل گفته که چجوری این کار رو انجام بدید. معمولا حالا کار پیچیده نیست، نیازی نیست که حالا روی سری چون من میگم مهارت هایی که اسمش حالا یادم نیست، ICDL ICLD چیه، روی اینها خیلی نیازی نیست وقت بذارید. ورد و اکسل و اینا به کارتون نمیاد. حالا خلاصش رو بخوام بهتون بگم، بذارید چیزایی که تا اینجا گفتیم و یه مرور سریع بکنیم. ببینید برای یادگیری برنامه نویسی شما میتونید روی گوشی هم کار رو شروع بکنید، ولی اگر یه سیستم حداقلی داشته باشید که صرفا یه ویندوز بالا بیاره و بتونید حداقل رو روش نصب بکنید کفایت میکنه و خیلی بهتره تا اینکه بخواید روی گوشی شروع بکنید. روی سیستم بشینید پشتش کد بزنید خیلی بهتره. دانش ریاضی مورد نیاز برای خیلی از حوزه‌های برنامه نویسی یه چیز خیلی پایه‌ای، یعنی در حد جمع و ضرب و تفریق و اینا کفایت میکنه. حالا بحث هوش مصنوعی جداست که اونجا باید ریاضیات خیلی خوب بلد باشید، ولی برای عموم کارها، عموم حوزه‌های برنامه نویسی دانش ریاضی خیلی بالایی نمیخواید. زبان هم برای شروع خیلی مورد نیازتون نیست، یعنی نیازی نیست که برای زمانی که میخواید شروع بکنید دانش زبان خیلی زیادی داشته باشید. در حد یه چیز پایه‌ای کفایت میکنه به مرور، ولی حتما باید زبانتون رو تقویت بکنید. دانش کامپیوتر هم اونقدرها حالا چیزای مختلفی بلد باشید نیازی نیست، در حد اینکه حالا یه خاموش روشنی بکنید و یکم کار با کامپیوتر رو بلد باشید، 4 تا چیز نصب بکنید کفایت میکنه. حالا ورد اکسل و اینا رو بلد نباشید اتفاقی نمیفته. خیلی ممنون که تا اینجا تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.